درود دوستان و هواداران ورزش. بازیگر برزیلی در تیم استقلال رونالدو با تیم پرتغالیا همراه نشد. مارلون ویرا پیوتر یان را به محاربه دعوت کرد. همه این و دیگر خبرها در نشر امروزی برنامه. باشگاه استقلال شهر دوشنبه باز با یک بازیگر دیگر شرطنامه بست. این نوبت از برزیلیا. در این باره فدراسیون فوتبال کشور خبر می‌دهد موریلو سوزا نیم حمایتگر برزیلی که دیروز به دوشنبه آمد، امروز پس از گذشتن از معاینه طبی به باشگاه استقلال همراه شد. موریلو سوزا 27 سال داشته و قدش 187 سانتی متر میباشد. او دستپرور تیم فوتبال کرویزرو میباشد. موریلو تجربه بازی در چمپیونات‌های برزیلیا، عربستان سعودی، پرتغال و اوکراین را دارد. فوتبالباز امروز با دسته ما همراه شده اولین تمرین‌های خود را در حیات استقلال برگزار نمود. او در استقلال زیر شماره 80 برآمد خواهد کرد. سازشنامه مهنتی میان استقلال و موریلو تا آخر موسم فوتبال امساله دوام خواهد کرد. ورزشکار اکوادوری مارلون ویرا می‌خواهد محاربه نوبتی خود را ضد ورزشکار روس پیوتر یان گذراند. این را خود ویرا در یک مصاحبه شخصیش اشاره کرده است. من حاضر دقت خود را به غلبه نوبتی هم روانه کردم. من امیدوارم که در ماه نوامبر ما میتوانیم با هم واخوریم. او سابق قهرمان این وزن بود و چند پیش سون یادنگ ورزشکار بااستعداد را شکست داد. از همین لحاظ من فکر میکنم محاربه ما خیلی دیدنی خواهد بود، میگوید مارلون ویرا. باید قید کرد که پیوتر یان بعد این محاربه آسیب برداشت و گفته میشود در روزهای نزدیک جراحی کرده خواهد شد. پیوتر یان 31 سال داشته در ریتینگ تشکیلات UFC در وزن نیم سبک مقام 4 را کسب میکند. او در کارنامه پروفسیونالی خود 17 غلبه و 5 باخت دارد. باید یادآور شد که مارلون ویرا محاربه آخرین خود را در مسابقه UFC 299 در میامی ضد ورزشکار آمریکایی شان اوملی برگزار کرد و در آن شکست خورد. او 31 سال داشته در کارنامه شخصیش 22 غلبه و 9 باخت دارد. حمله‌گر دسته النصر کریستیانو رونالدو در بازی دوستانه با شویتسیا به هیئت تیم ملی پرتغالیا همراه نشد. قید می شود که رونالدو قبل از بازی دوستانه با اسلوونیا به هیئت منتخب پرتغالیا شامل خواهد شد. گفته می شود که رونالدو به تیم ملی پرتغالیا برای بازی‌ها با شویتسیا و اسلوونیا که متناسباً روز 21 و 26 مارس برگزار می شود دعوت شده است. رونالدو از سال 2003 در تیم ملی پرتغالیا بازی می کند. در این مدت او در هیئت منتخب کشور 205 بازی انجام داده و زدن 128 گل دست یافته است. کریستیانو رونالدو از سال 2023 در تیم ملی النصر عربستان سعودی بازی می کند. در موسم جاری او در 33 بازی اشتراک نموده مؤلف 30 گل و 11 پرتافت گل‌آور شده است. دسته های ریال مادرید، بارسلونا، چلسی، منچستر سیتی و میلان تابستان امسال در مسابقه پیش از موسم در ایالات متحده آمریکا شرکت خواهند کرد. مسابقه مذکور از 27 ایول تا 6 آگوست در 6 شهر آمریکا برگزار خواهد شد. ریال مادرید و بارسلونا روز 3 آگوست در ورزشگاه مدفایل در نیوجرسی با هم دیدار خواهند کرد. کلیان امباپه نیز تابستان امسال باید به ریال مادرید بپیوندد. اگر این کار صورت بگیرد، ما میتوانیم بازی اولین او را در هیئت ریال مادرید بر ضد بارسلونا ببینیم. این بود همه خبرهای مهم از جهان ورزش. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.